یادش بخیر پارسال زمستون بود. من تقریبا یه سمخوردگی شدید خورده بودم و اصلا به این وضعیت هم چیز به فاکی بود. پارسال وضعیت اصلا خوب نبود، ولی با همون موال روزی تقریبا از 24 ساعت 22 نیم ساعت در حال بازی کردن این شاهکار بودم. خدا رو شکر حالا رفتیم مسافرت، خدا برکت بده دیگه. برگردیم خونه. 5 روز نبودم. حالا نمیدونم تو این 5 روز هم چیز به فاک رفته یا نه. حالا احساس میکنم هم 5 روز هم چیز طبیعیه دیگه. هیچ چپشو نبودم تا حالا نبودم یا نه. فقط نمیدونم چیه الان صدا زیاد کردم. خب همونجا بمون. والا کونت میزنی همونجا بمون. هاش آقا من چیکار داریم؟ من چیکارم؟ من فقط یه راننده. من چیکار داریم با من الان؟ تو دوزیدی آقا جان. سعید زانو بزن بگردش لختش کن. الان میخوای باش دقیقا چیکار کنیم خدا نمیدونم. این پول تا نیست آقا، به جان عمم پول خودمه. نه این پول خلافه. این سعی بنازی تو ماشین. سریعتر آقا جان. دهنتو گاهیدم مرد. ببین این پول یا میگی مال خودت هست یا اینکه تو پول میکنه تو باسنت. سریعتر اینو بذار تو ماشین. وای تو چه مرگتونه وحشی ها. خب سریعتر اینو بنازی. خب تا سریعتر سیکتی کن. خب تا این مدت داشتی چیکار میکردی مسعود؟ اوضاع تو این 5 روزی که تو نبودی خیلی بد نبوده، فقط تو نبودی خیلی وضعیت تو آرامشم بوده. ببین من تا این مدت فقط قرار پا بزنم. نمیدونم تا این مدت 5 روز خوب بود به من. آره نبودی تو واقعا چیز جالب بود مسعود. ببین مسعود اگه تو نمیومدی الان ما دنبال این نبودی که تو دستگیر کنی. چرا واقعا اومدی ناموسن؟ ببین الان ما تو میبریم اعدام میکنیم به خاطر اینکه عشقمون میکشه و چون عشقمون کشید تو اعدام میکنیم به جون که ما عشقمون کشیده. آخه حالا هم خفش سیک تیر کن. ای دهن همه تو نگاهیدم مادر هوا. شفاک تو این زندگی ریدم من تو این زندگی بابا. چه زندگی ما داریم؟ فقط برامون بودی تا چخه تمام پول هم که داشتن از جیب ما زدن. درود بربکس، چه خبر؟ خوش اومدی به پارت اول جیت ساندویاس بچه ها. واسه خودم نمیدونم چرا دارم ویدیو میزنم، ولی تصمیم گرفتم یهو جیت ساندویاس بذارم بدون که اصلا بیام اعلام کنم. مثلا من هر ویدیویی که بهتون میخوام بذارم و دارم 300 بار پشتم تو کانال تلگرام اعلام میکنم، ولی اصلا در مورد ویدیو هیچی نگفتم. و آره ممکنه چندی بار ویدیو غیر منتظر داشته باشیم. مثل یکی همین جیت ساندویاس. یکی از کاری که من همیشه پارسال باشید. ببینید داشت من اولی بهتون گفتم که پارسال من روزی همین بازی رو دقیقا رو موبایل روزی فکر کنم بالای 4-5 ساعت میزدم بازی رو. باگی گوشی بود. میکنم کات کنم لحظه رو. داشتم گفتم من این چیز رو روزی بالای 4-5 ساعت میزدم. چی شد؟
واسه این گوزه بالا سومده. خب کی ندارم بایستا ولی خوب نگاه کن. چیه چی کن میخوری؟ چون الان این سکتنه هست تا اینا میزنم براتون. بایستا نگاه کنیم. یک به چند با پلیر جیت ساندوی هستم داداش. پدر گنگ بالا هستم من. بچه بابایی اومده بری بزنه تو. آها دمخوانی شده دبیمی این اولی تازه اینقدر چی اینم کشتن چند گیدان کشتن بچه ها. یکی از چند کبابشی من تو جیت سندوی هست. چی میگه با اون جون؟ بله جاش اصلی ناموسن بچه هر کس به این کارتشو با خودم طرفم با خودم طرفیم. بچه همین دو شکست میشیم. چه سرعتی هم دارم. اینجا رانندگی خوب شده. اما براتون باید میکنم اینجا. اصلا گیمبل من همینه. ویدمال پشت ویدمال. اصلا دوشه رو وابدیم. نرسیم تا با پای پیاده بچیم. تموش آقا کارمون بود دوشه خیلی دیگه تموش. اوه ماشین ما درگم ببیون آها یاسو من اصلا تمام مسیر و این بازی حفظم. اصلا نیاز به متن تمام
اول شخص هستم اینجا با ماشین اومدم. چند بارم اینجا با ماشین اومدم. چه بازی من نتونستم تموم کنم هیچ وقت. یا خدا بدبخت شدم، بیچاره شدم، همه چیز رفته به فاک سگ. یا خدا آتایم سالمه. نه مرد. نه چرا مردی؟ نه مسعود تو چه غلطی داشتی میکردی مسعود؟ نه چرا نه از اتاقم با بیرون حشمت من مسعود. حشمت مسعود خودتی کسخل اینجا رفیق کسخله. اینجا چقدر چی شده داداش؟ دهن هممون گاهیده شده، هممون بگاه رفتیم. بیا اینجا نگاه کن، همه ما چه توی کتاب اسکه ما هم میتونه گیه بیاره هم میتونه ما بخندونه. خیلی جالبه اصلا این کتاب خیلی جالبه. بیا بریم سر ماشین شیم یه دو تا عرق سگیم بخوریم قشنگ این بگاهی رو تحمل کنیم. آماده؟ بریم داداش بریم. ننه اصلا مردی تحمل میکنی داشت مرگ ننه میتونی تحمل کنی. خیلی راحت 1000 نفر ننه شون از دست دادن. آقا الان اینجا باید بریم سر ماشین شیم. آقا من الان باید بمونم خودت بگه نباید بمونی. نه دیگه تو بمون حالا فیلم حال ندارم بمونم. بسی خب ببین الان اینجا داریم کم میرسیم. بسی اون مرد ولی مسعود همیشی دلم تک شد مسعود. خب اینجا الان دقیقا چقدر شده؟ هیچی مسعود خوب نگاه کن خواهرت خرابه. چی گم خواهی دیگه نگاه نه بس از هر حال و سر دوتاتون برمیخوره. با تو خبرم. نه تو خرابی تو به 1000 نفر دوری. چی میگه تو گونه خواه چی میگه من بس این چی میگه تو چیکار کردی الان؟ چه خبر؟ هیچی خواهد خرابه به 1000 نفر دوری. آقا به ناموس به خدا به حد به جبه به همه جا به شوت قشمت قسم خواهد خرابه به 3 نفر همزمان داده. چی میگی تو؟ نگاه کن اون ور رفته این ور رفته این ور رفته از هر سنایه درش گذاشتن. چی میگی تو؟ بگو شو what the fuck. Siktir کنین کس خلک کنه تو برس.
آقا من فعلا کار دارم، بعدا بهت زنگ میزنم. خوبه؟ کارهای فعلا با حرف میزنم. خوب نگاه کن ببین ما الان کلی پارتی داریم و فلان چه بساز چیز داریم. آقا جان به الان کار دارم داداش ول کن. ببین عوضی یا میای خودم میکشمت. آقا بابا بده من الان نقشه دارم داداش، بابا بده من الان با همین ماشین باید بدوزنم. اصلا گوه بابات. یه ماشین خاص پیدا کردم بکنم چی؟ اینجا پلیس الان دنبالمه. یعنی بدون اصلا میشه از پلیس فرار کرد. فقط پارتون نمیشه. بعد ماشین اینجا برمیگردیم. خوب نگاه میکنم پلیس کدوم بره. دیگه خواهم کلون گاهیدو شده بودم من. اگه مثلا همونجا بگاهی بود کشید. خب اینجا داداش ماشین من به گاه رفته، ماشین تو چیزیش نشد. اینجا خوب نگاه کنیم من تو ماشین تعمیر کنم الان، چون اون نقشه یه تعمیرگاه دیدم. کشتمش، کشته شد بنده خدا. اینجا آرایشگاهه و اینجا هم تعمیرات ماشین. آقا باش ماشین ستا قرض این که داداش نامرد تازه احساسات من سوء استفاده کردی و به من ظلم کردی. هیچ تغییر نکردی. کس خود من با تو کاری ندارم که. از فیزیک باشم ماشین بگاه رفت. آقا امشب فکر نکنم بتونم تقوی انجام بدم. کس خود فنگ داری به من با مشتم میدم تو خود مادر تو فنگ تو بدم. اگه من کشتیشتم فقط بدون توفنگ داشت، من نداشتم. بچه خیلی تو باید انتقام از همینجا شروع میشه. اینجا خیلی باید از این چیزی که فکرش میکنیم تو انتقام میگیم. پلیس اومد. اینجا پلیس اومد. من الان خواهد کنم دستگیر شد. وقتی دستگیر شدم میفهمی چه خوب دستگیر شدم. خوب دقیق کن. نمیزنیم اینجا هدف مردم خود پلیس دستگیر میکنم. بی اینجا بکشمت جام سنگین تر میشه. فرار کرد داشت تحصیل با اون باتوم نمیده مشت من رفیشی اینجا
اتوم رد کن. کلتتم رد کن. بخشی آها بساز یه با اونی بود نبود بزنش. خب اینجا میزنیم اینجا. خب خوب نگاه کن اینجا خوب یاد بگیر. من هدفم فعلا نابود کردن کل پلیس نیست. شما دستگیرشیم آخر سرش. فعلا خیلی دو سه تایی بکشن که از جا هم سنگی‌تر شه بدم به دلیل من دستگیر کنم. له شدن این تو خط با یه باتون یه مشت شخ و بگاه بتین. خب آها اینجا دیگه از کالتن استفاده میکنم. نفسه شما انتوی پول بده آقا. پول من پول میخوام. چقدر پولم میده عالی. کالت دیگه میخوام. تو شان ایتونی یه من دستگیر کنی با هم ارتشتون. واقعا خجالت بکشید. هیچ بساق پول من تو پول رو بیشتر. اینجا بیام خب این تو باید دیگه جمع کنی. تعداد ستار نمه کنی. اینقدر تعداد ستار هم بالا رفته به احترام هم هلیکوپتر بالا اومده. چه تا مردم آدم ها کشیم. تعداد ستار هم بالاتر. بچه این چقدر شبیه زانتی هست. زدان کافیه از هم قبل که داد کافی بود بس دیگه. چه هم خوب میخواستیم و من که جا مشتر بالاتر به ماشین من میداریم و به فرار منتظر بودی که اینا بفتن دنبال ما و ما دستگیر کنن. میگوستین داشته بود کسخوری تو همه 118 تالنتی برزردی. روز یه چیز دیگه است. من از اینجا میرم ماشین رو بل میکنم. او خودم نکشتم. نقشه عملی نشد. خب نگاه کن ما حالا اون وقتی بهانه داریم درست بیان که بتونیم پلیس حمله کنیم. بهانه خاصی نیست فقط این خوشحال پوشی مثل چی؟ قیمت دید زنان و ملد نیستم. چقدر بچه بوز بدم کی نشیلک میکنه اینجا؟ پشون شدی؟ من پشون رو 300 خالی کنم. همون بسته بسته توی اینه ماشین خاص چرا شبه ماشین بتمنه. همون شبه ماشین بتمن نیست. من خواهده ماشین خاص خاص بودنش بیگاه دادم همه اول کار. خاص بودنش چیه میگن همه اول کار بیگاه دادم. خب بذار برم خونه ماشین تمیر کنم. گاف خوادم چگوی میخواه بایسته این خوبی هم هست. اوه شت fucking fuck you fuck
اکتیو وجود عمل کن 26. شما چند درصد ویدیو میگیرم؟ 9% ویدیو میگیرم. ببینید من این تئو انجام دادم ویدیو تمومه. اینجا میریم اینجا ماشین خاصی بوده که ناموسه. ببینید من معمولا تئو شب انجام میدم چون شب هم وایب بهتری داره، هم سخت‌تر پیدا میشیم. الان خودم دوستش وایسی این توی هر وقت اینجوری شد این خوب مشکل زنید. نه همتی به باتوم از باتوم هم خوب استفاده کنید چون اینجا عملا باید بگوی خالص اینجا. خب در تئو کردن پلیس ها باید شما مهارت خاصی تو رانندگی داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی این که مهارت خاصی اینه که مثلا ماشین تو ترکیدی نباید به پلیس تبه کنید چون همون لحظه که میاد ماشین تو ترکیدی شما به گم داشت میکنم. یعنی ماشین در داغون هیچ وقت نرید چون همون اول که پلیس رو ببینن و اگه بابی به ماشین تو شلیک میکنن. پس از من به شما نصیحت که اینجا دارم این پارکینگ و میام میرم. تمام راه حل. خب اینجا باید بچ ببینید اینجا عملا فضا قرار تغییر کنه. پشت سیس پشتش خیلی شبیه پشت ماشین بتمنه. چرا شبیه چیزه اون ماشین با بزرگ بنزینه. لازم فکر کنم همونه. نه که فقط زد تازه چی شد؟ ماشین رو ول میکنم کنه. آقا مرساقی ماشین جدید در بستی من این ماشین میخوام.
همه ماشین دیگه اینگه بالستون کافیه ببین. این بهتر. خب پس داره این تموم شد. این اولی چه پرش یا کردم. حتی استعداد تو از من بیشتره. من استعداد ذاتی دارم تو فایت کردم. حرکتی توی گوزو میتونی منو بزنی؟ این سنگ فرق میکنی؟ بیده من حرف حسن جیده سندوس بازی کن خودم نمیدونم چه غلطی میکنم. چیزی که خودم میدونه که نمیدونم چه غلطی دارم میکنم. پلیس 26 میواد پلیس گیری از کس خود پلیس جیده سندوی است. آها مثل آف مالت مایت از قبل به فاک رفتی. اینه خودمون اینجا ببینید چه مرحله دارم چه نقشی تو ذهنمه خودم نمیدونم. اینجا هیچ چه بگم بیا چو پلیس رو شما با همه درگیری درسته و خود درگی پلیس رو دوست کن تو پلیس خود درگیری داره. say my name چی گفتی دوتاش و بالاخره دستگیر شد. از کل پولمو برداشته کل پولمو.
داشتیم گفته خوب دقیقا کنید. چه رسیدیم این شاهکار ما فقط اینجا میتونید زیرمون شاش همدنگان رو بردیم. من این دفعه نمیخوام فرار کنم، میخوام تک تکشون رو بکشم. وقتی انتقامه. FBI حمله کرده. واسه شاتگان میکشیدم. خب بربکس این هم از پارت اول جی سندویاست. تا پارت دوم بدرود.